چارلز پک در حادثه برخورد قطار جان باخت. با این حال پس از مرگش خانواده‌اش بیش از 35 تماس از تلفن او دریافت کردند. تماس‌ها شامل سکوت یا نویز بودند و هیچ کس پاسخ نمیداد. این تماس‌ها تا ساعت 3:28 صبح ادامه داشتند، در حالی که پزشکان قانونی تایید کردند که او در لحظه برخورد جان باخته بود. تلفن همراه او هرگز پیدا نشد و این پدیده هنوز هیچ توضیحی ندارد. قاتل زودیاکی که معنوس‌ترین قاتلان زنجیره‌ای تاریخ آمریکا پس از قتلش با پلیس و رسانه‌ها تماس می‌گرفت و اطلاعاتی از جنایتش ارائه می‌داد. در یکی از موارد پس از نامزد شدن دان لاس، یک مرد ناشناس با کارفرما و صاحبخانه او تماس گرفت و اعلام کرد که به دلیل وضعیت اضطراری دانا مدتی در دسترس نخواهد بود. این تماس‌ها هرگز ردیابی نشدند و هویت تماس گیرنده مشخص نشد. بشیر کوچجی، مدیر رستورانی در واشنگتن، به مدت 10 سال تماس‌های تهدیدآمیز و آزاردهنده‌ای دریافت می‌کرد. تماس گیرنده با تهدید به مرگ و الفاظ رکیک زندگی او را مختل کرده بود. تماس‌ها حتی زمانی که او به شهر دیگر سفر می‌کرد ادامه داشتند. FBI تماس‌ها را بررسی کرد، اما تنها توانست منشأ آنها را به تلفن‌های عمومی در مناطق مختلف ارجاعی کند. تماس‌ها پس از یک دهه متوقف شدند، اما هویت تماس گیرنده هرگز مشخص نشد. ملانی اورت، زنی 24 ساله ناپدید شد و جسدش در نزدیکی ساحل پیدا شد. پس از مرگش خواهرش تماس‌هایی از تلفن همراه ملانی دریافت کرد. تماس گیرنده با صدای تغییر یافته اطلاعاتی از محل جسد ارائه میداد و ادعا می‌کرد که مسئول قتل است. پلیس تماس‌ها را بررسی کرد، اما تنها توانست محل تقریبی تماس‌ها را در نزدیکی میدان مدیسون شناسایی کند. پرونده هنوز حل نشده و باز است. در صبح روز ترور جان اف کندی، یک اپراتور تلفن در آکسنارد تماسی دریافت کرد که در آن زنی ناشناس با صدای آرام اعلام کرد که رئیس جمهور در ساعت 10:30 صبح خواهد مرد. این تماس قبل از وقوع ترور انجام شد و زمان اعلام شده با زمان واقعی ترور در دالاس مطابقت داشت. تماس هرگز ردیابی نشد و هویت تماس گیرنده ناشناس باقی ماند. هتل سیسیل به دلیل تاریخچه جنایات و مرگ‌های مرموزش شناخته می‌شود. مهمانان این هتل گزارش دادند که تماس‌هایی از اتاق‌های خالی دریافت کردند. زمانی که تماس‌ها بررسی می‌شدند، مشخص می‌شد که از اتاق‌هایی که سال پیش بسته شده‌اند برقرار شدند. در جریان حادثه پرواز 93 در 11 سپتامبر، برخی مسافران با خانواده‌شان تماس گرفتند و خداحافظی کردند. با این حال پس از سقوط هواپیما، برخی خانواده تماس‌هایی از شماره‌های ناشناس دریافت کردند که در آنها صدای سکوت یا نویز شنیده می‌شد. این تماس‌ها هرگز توضیح داده نشدند و ناشناس باقی ماندند. زنی در روسیه تلفنی بدون سیم کارت داشت که شب‌ها به طور خودکار زنگ می‌زد. زمانی که گوشی را برمی‌داشت صدای پسر بچه‌ای را می‌شنید که کمک می‌خواست. بررسی‌ها نشان داد که تلفن به هیچ شبکه متصل نیست و تماس‌ها قابل ردیابی نیستند. دو دانشجوی کالج دخترانه تماس‌هایی دریافت می‌کردند که در آنها صدای نفس کشیدن، کلیک‌های عجیب و صداهای مبهم شنیده می‌شد. تماس گیرنده هیچگاه صحبت نمی‌کرد. پس از مدتی تماس‌ها باعث ترس و اضطراب شدید دانشجویان شد. پس از گزارش به مدیریت، شماره داخلی آنها تغییر کرد و تماس‌ها متوقف شد. دختری در هند گزارش داد که پیام‌هایی از شماره‌های ناشناس دریافت می‌کنند که حوادث آینده را پیش‌بینی می‌کنند. پیام‌ها شامل اطلاعات دقیقی از حوادثی بودند که بعداً رخ می‌دادند. پلیس نتوانست منشأ پیام‌ها را شناسایی کند و این پدیده هنوز توضیح داده نشده است.